میدونی ترسناکترین بخش مغز چیه؟ اونجاست که علم میگه ما نمیدونیم چرا این اتفاق میفته. ذهن انسان یه دنیای تاریکه که حتی خودمونم توش گم شدیم. چطور ممکنه مغز بتونه چیزایی رو پیش بینی کنه که هنوز اتفاق نیفتادن؟ یا چرا بعضی آدم‌ها بدون هیچ دلیلی همزمان یه حس مشترک رو تجربه میکنن؟ این ویدئو درباره همون بخشیه که علم از جواب دادنش فرار میکنه. تا حالا برات پیش اومده قبل از اینکه تلفنت زنگ بخوره حس کنی قراره یکی باهات تماس بگیره؟ یا بدون هیچ دلیلی ناگهان به یاد یه نفر بیفتی و چند ثانیه بعد همون آدم بهت پیام بده؟ علم به این پدیده میگه احساس پیشاباهی یا پرمونیشن. ولی چیزی که عجیب تره اینه که تو هیچ آزمایش علمی هنوز نتونستن دلیلش رو پیدا کنن. بعضی از دانشمندا میگن شاید این فقط یه تصادفه. اما آیا تصادف میتونه اینقدر دقیق و تکراری باشه؟ چون در تحقیقات دانشگاه نورثوسترن آمریکا قبل از هر اتفاق هیجانی مثل دیدن یه تصویر ترسناک مغز انسان چند ثانیه زودتر واکنش نشون میده. انگار ذهن ما قبل از اینکه بدونیم میدونه. آیا ذهن انسان واقعاً میتونه آینده رو پیش بینی کنه؟ یا اینکه ما داریم با یه بخش ناشناخته از واقعیت زندگی میکنیم که هنوز کشف نشده؟ بعضی از بچه‌ها هنوز درست حرف زدن بلد نیستن، اما چیزهایی میگن که حتی پدر و مادرشون رو مخکوب میکنه. حرفهایی از جاهایی که هیچ وقت نرفتن، آدمهایی که هیچ وقت ندیدن و زندگی‌هایی که انگار قبلاً تجربهشون کردن. یکی از معروفترین این پرونده ها مربوط میشه به یه پسر کوچیک به اسم جیمز لیننگر از آمریکا. جیمز وقتی فقط 2 سالش بود هر شب با جیغ از خواب بیدار میشد و داد میزد هواپیما داره میسوزه، نمیتونم بیرون بیام. پدر و مادرش فکر میکردن کابوسه، اما وقتی جیمز با جزئیات از یه هواپیمای جنگ جهانی دوم حرف زد که اسم خلبان، مدل هواپیما و حتی محل سقوطش رو درست گفت، همه چیز تغییر کرد. تحقیقات بعدی نشون داد یه خلبان واقعی با همون مشخصات در همون محل و همون مدل هواپیما سقوط کرده بود. حدود 60 سال قبل از تولد جیمز. و این فقط یه مورد نیست. صدها گزارش رسمی از کشورهای مختلف ثبت شده که بچه‌ها قبل از سن مدرسه درباره گذشته‌هایی حرف میزنن که به طرز عجیبی قابل بررسی و تایید بوده. بعضی‌ها میگن این نشونه تناسخ یا بازگشت روح به بدن جدیده. بعضی‌ها هم معتقدن ذهن انسان یه جور ارتباط مخفی با حافظه جمعی جهان داره. یه آرشیو نامرئی از تمام تجربیات بشر، چیزی شبیه کتابخانه کیهانی که روح ما ازش تغذیه میکنه. اگه این خاطرات واقعی باشن، پس مرگ واقعاً پایان نیست. در واقع شاید فقط یه در ورودی باشه به ادامه راهی که از قبل شروع شده. اگه تا اینجای ویدئو هنوز اینجایی، یعنی ذهن تو هم دنبال رازه. پس فقط یه دکمه مونده تا وارد دنیای ما بشی. سابسکرایب کن و راز بعدی رو از دست نده. همه ما فکر میکنیم زمان یه چیز خطیه، گذشته، حال، آینده. اما اگه این فقط یه توهم ذهنی باشه چی؟ آلبرت اینشتین یه جمله معروف داره: گذشته، حال و آینده فقط توهماتی هستند، هرچند بسیار پایدار. و راست میگفت، چون طبق فیزیک مدرن در جهان واقعی چیزی به نام حال مطلق وجود نداره. زمان برای هر ناظر بسته به سرعت و گرانش فرق داره. حالا جالب اینجاست، بعضی از افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتند میگن در لحظه مرگ همه زندگیشون مثل یه فیلم کامل جلوی چشمشون پخش شده. اما نه به صورت خاطره، بلکه به صورت همزمان، انگار همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاده.
اینجا یه سوال پیش میاد. اگه ذهن انسان در اون لحظه میتونه تمام زمان رو به صورت یکجا تجربه کنه، پس شاید زمان اصلاً وجود نداره و فقط ما هستیم که داریم اون رو به صورت خطی احساس میکنیم. حالا این رو بذار کنار اون خاطراتی که بچه‌ها از زندگی‌های قبلیشون دارن. پس چطور ممکن شده ولی ذهن ما فقط داره در زمانهای مختلف همون روح حرکت میکنه؟ یعنی شاید ما هنوز در گذشته زندگی میکنیم، فقط یادمون نمیاد. پیشاگاهی ذهن یه جور حس درونی که قبل از وقوع حادثه به انسان هشدار میده. در یه آزمایش معروف، محقق‌ها به شرکت کننده ها تصاویر تصادفی نشون دادن. بعضی از عکس‌ها آروم و عادی بودن، بعضی‌ها ترسناک و شوکه کننده، اما دستگاهی که واکنش مغز رو اندازه می‌گرفت، نشون داد مغز حدود چند ثانیه قبل از نمایش تصویر ترسناک شروع به واکنش کرده بود. انگار مغز میدونست قراره چی ببینه قبل از اینکه اتفاق بیفته. حالا سوال اینه، مغز چطور میتونه آینده‌ای رو حس کنه که هنوز رخ نداده؟ آیا ما درک ناقصی از زمان داریم؟ یا شاید ذهن انسان اصلاً از محدودیت‌های زمان عبور میکنه؟ حتی در گزارش‌هایی از خلبان‌ها و غواص‌ها گفته شده درست قبل از وقوع حادثه احساس شدید اضطراب بی‌دلیل داشتند، در حدی که یکی از خلبان‌ها لحظه‌ای قبل از پرواز ناگهان تصمیم گرفته بر نگرده و چند دقیقه بعد هواپیما سقوط کرده. حالا اینجا یه سوال سنگین پیش میاد. آیا ما واقعاً در لحظه زندگی میکنیم؟ یا ذهنمون همزمان در گذشته، حال و آینده در رفت و آمده؟ فقط مغزمون اجازه نمیده همشو ببینیم؟ سال 1966 بود. در یکی از شهرهای کوچک ولز یه معدن زغال سنگ درست بالای یه مدرسه قرار داشت. صبح همون روز یه راننده کامیون بارها گفته بود که احساس بدی داره، ولی کسی جدی نگرفت. ساعت 9 صبح دیواره معدن شکست و هزاران تن زغال و گل روی مدرسه سرازیر شد. 144 نفر از جمله 116 کودک کشته شدند. اما این فاجعه یه راز تاریک داشت. بعد از حادثه بیش از 100 نفر گزارش دادند که شب قبلش خوابی دیده بودند. کوه سیاهی روی کودکان میریزه. حتی یه دختر بچه 10 ساله نقاشی کشیده بود از مدرسه‌ای که در زیر تپه مدفون شده، دقیقاً مثل واقعیت روز بعد. این اتفاق باعث شد پژوهشگرای زیادی به سراغ پدیده‌ای برن که بهش میگن Precognitive Dreams یا خوابهای پیشگویانه. اما این فقط یه مورد نبود. در جریان حادثه غرق شدن کشتی تایتانیک هم 10 نفر بلیت سفرشون رو لغو کرده بودن، فقط به خاطر یه خواب یا یه احساس بد. آیا اینها فقط تصادفن یا ذهن انسان واقعاً میتونه آینده رو ببینه؟ سالها بعد از اون اتفاقات یه روانشناس به اسم J.W. دان یه تحقیق عجیب انجام داد. اون متوجه شد که خودش و خیلی از افراد اطرافش گاهی توی خواب چیزهایی میبینن که بعداً واقعاً اتفاق میفته. برای همین یه آزمایش ساده طراحی کرد. هر کسی باید هر خوابی که میبینه رو صبح بنویسه و تاریخ بزنه. بعد اگه اتفاقی مشابه رخ داد مقایسه کنه. نتیجه، تعداد خوابهایی که با حوادث واقعی تطابق داشتن خیلی بیشتر از چیزی بود که احتمال تصادف توضیحش بده. حالا اینجا سوال بزرگتر پیش میاد. آیا ذهن انسان به زمان محدود نیست؟ آیا ممکنه ذهن ما قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته یه جرقه از اون رو دریافت کنه؟ حتی بعضی فیزیکدان‌ها مثل برایان جوزفسون برنده نوبل میگن شاید مغز انسان نوعی گیرنده کوانتومی باشه که لحظه‌هایی از آینده رو حس میکنه ولی خودمون هنوز درکش نکردیم. و اگه این درست باشه،
یعنی شاید پیشبینی آینده فقط یه افسانه نیست، بلکه بخشی از ساختار پنهان ذهن ماست. در بیمارستانی تو آمریکا، زنی به نام پام رینولدز در سال 1991 تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت. برای انجام این عمل، پزشکان مجبور بودن قلبش رو متوقف کنن، بدنش رو سرد کنن و مغزش رو عملاً خاموش کنن. اما وقتی دوباره زنده شد، چیزی گفت که هیچ پزشکی نتونست توضیحش بده. پام گفت در لحظه‌ای که مرده بود، خودش رو از بالا میدید که جراحا با چه ابزاری کار میکنن. حتی گفت صدای دستگاه‌ها و مکالمه پزشک‌ها رو شنیده. وقتی بررسی کردن، توضیحاتش دقیق بود، حتی در مورد وسایلی که تا قبل از بیهوشی ندیده بود. این فقط یه مورد نیست. صدها گزارش از افرادی هست که در لحظات ایست قلبی یا مرگ بالینی چیزهایی دیدن که نباید ممکن می بود. و عجیبتر از همه این که بعضی از این افراد چیزهایی از آینده گفتن، از اتفاقاتی که بعد از نجاتشون دقیقاً رخ داده. حالا سوال اینه، آیا ذهن در لحظه مرگ از بدن جدا میشه و به جایی میره که زمان معنی نداره؟ جایی که میتونه گذشته و آینده رو همزمان ببینه؟ تا اینجا از ذهن گفتیم، از خاطراتی که از گذشته‌های فراموش شده میان، از پیشبینی‌هایی که از آینده خبر میدن و از لحظاتی که ذهن مرگ رو فریب میده. اما اگه یه سوال همه این رازها رو به هم وصل کنه، اون چیه؟ شاید این باشه: آیا ذهن فقط یه عملکرد مغزه یا یه نیرویه که فراتر از ماده است؟ دانشمندا سالها تلاش کردن تا آگاهی رو توی نورون‌ها پیدا کنن، اما هیچ وقت نتونستن نشون بدن که کدوم بخش مغز تصمیم میگیره من باشه. هیچ سلولی پیدا نشد که بگه اینجا جاییه که روح زندگی میکنه. و شاید دلیلش ساده باشه، چون روح هیچ وقت توی بدن نبوده، بلکه بدن فقط یه ابزار برای روح بوده. شاید اون لحظه‌ای که خواب میبینیم یا بین مرگ و زندگی سرگردون میشیم، در واقع لحظه‌ایه که ذهن داره خودش رو به واقعیت واقعی‌تر متصل میکنه. این ذهن تنها پدیده‌ایه که میتونه جهان رو تصور کنه، تغییر بده و نابود کنه، اما هنوز خودش رو نمیفهمه. و شاید راز نهایی این باشه که ذهن انسان خودش راز آفرینشه. میدونم ذهن تو هم الان پر از سوال شده، اما جوابها فقط تو ویدئوهای بعدی پیدا میشن. سابسکرایب کن تا وقتی راز بعدی منتشر شد اولین نفری باشی که با خبر میشه.